سلام به همه عزیزایی که این ویدیو دارن میبینن و هر روز دارن تلاش میکنن برای اینکه بهتر باشن، برای اینکه زیباتر باشن، برای اینکه خوش‌هیکل‌تر باشن. چون زیباتر بودن و خوش‌هیکل‌تر بودن و بهتر بودن حق مسلم همه انسان‌های روی زمینه و اینم بهتون بگم که نهایت نداره. امروز میخوام با همدیگه یه حرکت خیلی اساسی و خیلی مهم به خصوص برای خانم ها کار کنیم، با هم دیگه آموزشش رو ببینیم، نکته هاش رو با هم دیگه بررسی کنیم. حرکت امروز حرکت اسکواته. میخوام بچه هایی که هنوز سال اسکوات نزدن یا هنوز دارن یه سری اشکالا دارن تو زدنش، دوست دارم همه اونا اون جزئیاتی که برای درست زدن یه اسکوات درست لازمه رو همه رو بدونن که بتونن هرچه بهتر این حرکتشون رو درست‌تر بزنن. میدونین که درست زدن حرکت مهمتر از زدن حرکته، همینجوری زدنه. خب ببینید، من پاهامو به اندازه سرشونم یه کمی بازتر میکنم، خب، و با باسنم میشینم. زانوام اصلا جلو نمیاد. ببینید زانوی من اصلا به هیچ عنوان جلو نمیاد یا به اصطلاح به نوک انگشتای پام اصلا نمیرسه و به صورت 90 درجه من میشینم، بلند میشم. خب میشینم، بلند میشم. ببینید دوستای عزیز دقت کنید، تمام حرکت و تمام اون طرز نشستن و بلند شدن تمام با عضلات باسن هستش. ببینید من تماما با عضلات باسنم و تمام قدرتم و از عضلات باسنم میگیرم، میشینم و با همونا بلند میشم. و یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، همیشه شما فکر کنید که زیرتون مثلا مثل اینجا یه صندلیه، من میخوام بشینم روی این صندلی. خب من این مدلی روی این صندلی میشینم، درسته؟ با باسنم روی اون صندلی میشینم. هیچکی به این شکل نمیشینه. این شکل در واقع اصلا غلطه. بعضی میگن اسکوات رو اینجوری میزنن. خب من میگم که چیکار میکنیم؟ میگم دارم اسکوات میزنم، ولی اینطوری نمیشه. باید با عضلات باسنت اینجوری بشینی روی صندلی و بلند بشی. بشینی روی صندلی و بلند شی. میتونیم نوک انگشتامون به بیرون باشه که اون میگن سوما اسکوات. میتونید نوک انگشتا صاف باشه که به این نورمال اسکوات میگن. و یه نکته‌ای که دیگه میخوام بهتون بگم، حالا من انگشتام به سمت خارج هستش. ببینید با عضلات باسنم میشینم، با عضلات باسنم بلند میشم. چرا صاف نمیشم؟ وقتی که من فقط از عضلات باسنم کمک بگیرم، خب بشینم و با همین عضلات بلند شم، دیگه بیشتر از این بلند نمیشم. همینجا حرکت قفل میشه. ولی اگه تو بلند شدی، این دیگه از باسن خارج شد. اون فشار، اون حرکت دیگه از باسن خارج میشه. ببینید یه بار دیگه من میشینم با باسنم و یه مقدارم بالاتنم به سمت جلو خمه. صافم داریم، اون باز میره روی عضلات دیگه. ولی من یه مقدار به خاطر اینکه کاملا روی لگنم باشه، یه مقدار خودمو به جلو خم میکنم. با همون عضله ها بلند میشم. دوباره میشینم. ببینید کمر دیگه صاف نمیشه، چون من از عضلات کاملا از باسنم دارم کمک میگیرم برای زدن. به این شکل. این حرکت رو حتما توی خونه امتحان کنین. حرکت خیلی خوبیه. میتونید توی خونه، میتونید توی باشگاه، میتونید دستتون دمبل بگیرین و اینو انجام بدین. میتونید رو دوشتون بار بذارین و اونو انجام بدین و همه شکل میشه. فقط مهم اینه که درست زدنش رو یاد گرفته باشین. ممنونم از اینکه من توجه کردین. همیشه روز و